نفر پرسیده صاحب بود که بگیم که صبح بخیر، شام بخیر، نصف روزیت بخیر، خوابت بخیر، روزت بخیر، زندگیت بخیر، عوض کننده اون سلام می شود یا که حتمی باید بگیم که السلام علیکم. خب روز بخیر، یا روزت بخیر، شامت بخیر، خب بگاهت بخیر، سحرت بخیر. خب این یک احترام است، این یک ارزو هست. لیکن اگر السلام علیکم یا که رحمت الله و برکاته ثواب دارد، این عبادت است، اون احترام است. ممکن احترام باشد، یک خیرخواهی باشد، اما عبادت نیست. وقتی که ما میگوییم همدیگر رو که السلام علیکم یا که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این عبادت است. در عوض این جمله ما پروردگار به ما 100 ثواب میدهد، 100 ثواب. مسلمان باید که همدیگر رو دید السلام علیکم، یعنی تمام خیر و برکت پروردگار رو برایت میخواهم، همیشه کامیاب و موفق باش، زیر حمایه پروردگارت باش. این معنی رو دارد السلام علیکم، یعنی تمام سلام و کامیابی و سعادت رو از پروردگار برایت میخواهم. این عبادت است، این عادت نیست. اما این که حالی که دیگه صبح بخیر و شب بخیر و نمیدونم که چی بخیر، خب این عادت است، این عبادت نیست. خوب است، ما نمیگه این بد است، لیکن عبادت نیست. اجر و پاداش وعده داده شدن که این نیست، که این صبح بخیر، شب بخیر، روزت بخیر، شبت بخیر، اینا یعنی کدام وعده چیز، وعده اجر و پاداش داده شدگی نیست از طرف پروردگار، از طرف صاحب شریعت. یعنی صاحب شریعت کی هست؟ خدا و رسول خدا. برای همین وقتی که مسلمان همدیگر رو دید السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته، جوابش و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، هر دو طرف اجر و پاداش و خیر و برکت پروردگاری رو نایل میشوند. گوینده هم اجر ثوابی زیاد و جواب دهنده هم اجر و پاداش زیادی صاحب میشود. برای همین درست است که باید که مسلمان هم انشالله در هر کاری که میکنم انشالله حتمی باید بگوید، تو اینکه اون کارش با برکت شود و پروردگار موفق و کامیابش کنه. استعیذ بالله. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. یعنی شما در کارهای خیر همیشه همکاری کنید. چرا در کارهای خیر میگوید همیشه همکاری کنید؟ به خاطر که شریکای در کار خیر فرد و روز قیامت، شریکای در کار خیر فرد و روز قیامت همه شاهدی میدن که پروردگار ما این کار خیر با فلانی با فلانی با فلانی با فلانی این کار خیر رو انجام دادیم، یعنی به همه ما اجر و پاداش عظیم نصیب و روزی بگرداد. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، هرگز در کارهای بد شریک نشوید، در معصیت و گناه و فسق و فجور و حرام و حرج هرگز شریک نباش. چرا که این بس و وزنین و سنگین و برایت دشوار و سخت و عذاب سختی رو میورد. و یکی از این شریک ها اگر پرسیده شود که این گناه رو چرا کرده، میگه پروردگار رو با من فلانی 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 هم بود. همه رو شهید میکشن، همه رو میکشن برای یک گناه، همه اون شریک رو میبرن عذاب میکنن. برای این میگه که در کارهای خیر همیشه شریک باشید و در کارهای بد هرگز شریک نشوید. در کارهای بد و معصیت و گناه هرگز، یعنی ظلم و ستم هرگز شریک نشوید که برای شما غم و اندوه و عذاب و عقاب سختی را به بار میارد. پروردگار میگه استعیذ بالله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، شما هرگز نفاق و نزاع نکنید که قوا و درمان و توان شما از بین میرود. برای در حدود اوله باشد یا در حدود جمهوری، وقتی که نفاق و نزاع اگر که به وجود آمد تمام خیر و برکت الهی رو از بین میبرد. کشورهایی که سوخته ایستاده است ببینید، چند گروهی از جوانان بی تجربه رفتند به میدان ها برآمدند، چکار کردن؟ یک کشور آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده خودشون رو به خون و خاک کشیدن، خانه آرام و آباد خود رو به خون و خاک کشیدن. در نتیجه چی فایده دیدن؟ ببینید ده ها صدها گروه ها تقسیم شدن به مقابل هم دیگر سلاح و یعنی دست به گریبان و سالها هست که
دیگر آرزو میکنن که آرامی باشد، آرامی نمیاد، آرامی به آسانی نمیآید. بسیار دشوار است. چرا که وقتی که هر جا که اختلاف نزاع شد، گروه های بدخواه در اونجا چیکار میکنن؟ جای قپیدن و پاموندن پیدا میکنند و هر گروه بدخواهی منفعت خودش رو میخواهد. تو اگر منفعتش رو از اونجا نگیرد، اون کشور رو آرام شدن و آرام بودن نمیگذارد. برای همین وحدت ملی ما و شما یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است. این چیز نعمت‌های بزرگی است که باید با دست دندان مستحکم بگیریم، با دست دندان مستحکم بگیریم. چرا که از این آرامی کشور، یعنی آرامی، آسودگی و سعادت دنیا و آخرتی ما و شما هست. برای همین مسلمان باید همیشه دوراندیش باشد، همیشه خیرخواه باشد، همیشه نیتش نیک باشد، قلبش صاف و پاک باشد، همیشه برای خود و افراد عائله خود، فرزندان و پیوندان جگرگوشه های خود و برای محیط خود و برای وطن و کشور خود و برای امت اسلامی باید دعای خیر برکت بگوید که همیشه همه کامیاب و سعادتمند و سالم و بردم و اخوت و محبت و برادری و دوستی پابرجا و مستحکم باشد. در نتیجه همه کامیاب و موفق می باشند. حالا دعا کنیم که پروردگار امروزی جمعه و همه روز و همه وقت ما را مبارک با برکت بگردان. پروردگار به همه حاضرین عزت و برکت و سعادت نصیب روزی بگردان، خصوصا به مهمانان عزیز گرامی سفر مبارک با برکت پروردگار را زیر سایه رحمت خودت قرارشان بده، خیر و برکت دنیا و آخرت نصیب روزیشان بگردان. پروردگار سفرشان را مبارک بگردان و حاجیایی که از ما و شما در عربستان سعودی در حج هستند، پروردگار اون حجشان رو سبب مغفرت گناه و عزت و برکت و سعادت خود و اهل و خانواده اشان بگردان و سالم و غانم و پاک از گناه و نزد پیوندانشان بر بگردان. پروردگار اینجا مادر بیمار به دست شفای کامل، تمام بیماران اهل اسلام را شفای کامل و عاجل، خصوصا این مادر و پدرم که نفر پدرش بیمار بوده است و مشکل هر نفری که مشکلی دارد پروردگار در این روز سعید جمعه و تو قادر و توانا هستی مشکلی ها را برطرف در زندگی و کسب و کار و رزق و روزی همه حاضرین و همه دعا امید کردگان خیر و فیض و برکت و سعادت و عزت دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. پروردگار کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد و پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایت و پناه خودت نگه بدار. پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین، خصوصا همه حاضرین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.